همسفر امروز قرمه سبزی. قرمه سبزی فقط یک غذا نیست، بلکه یک یادگار 2000 ساله است که به ما به ارث رسیده. عشایر ایرانی برای اینکه گوشت فاسد نشه، اونو تیکه تیکه می‌کردن و با چربی خودشون اونو می‌پختن تا از کیفیت گوشت بهتری برخوردار بشن. تو دوران صفویه قرمه سبزی کم کم تبدیل به یک غذای درباری شد، اما اون موقع خبری از لوبیا نبود. فقط سبزی، گوشت و لیمو عمانی داشت. لوبیا توی دوره قاجار به قرمه سبزی اضافه شد. یه فکت عجیب این که قرمه سبزی توی زمان ناصرالدین شاه یه غذای خیلی لوکس محسوب می‌شد، چون لوبیا قرمز به شدت گرون بود. مردم عادی مجبور بودن به جاش عدس یا لپه استفاده کنن. حتی گفته میشه توی جنگ ایران و روسیه سربازای ایرانی قرمه سبزی خشک شده همراه خودشون می‌بردن، چون هم خوشمزه بود هم انرژی زیاد میداد بهشون. حالا به نظرت اگه قرمه سبزی توی یه کشور دیگه‌ای شکل می‌گرفت، بازم این عطر و بو و این طعمو داشت؟ نظرتو حتما برام بنویس.